شاسی رو میدیم کنار سمت اون این ور طرف به اصطلاح به طرف باک بنزین و اون آفا کاری نداشته به طرف باک بنزین باشه. به طرف باک بنزین یعنی اونه. بله این ور اونه. یه دونه از این میزنی و استارت و فشار میدیم. استارت رو سعی کنید چند بار آزاد کنید و دوباره بگیرید تا راحت روشن شه. استارت مداوم لازم نداره. چند بار بعد استارت رو قطع و وصل کنیم و استارت چند بار میزنید پشت سر هم نزنید که بسوزه جرق بزنید. صداشو توجه کنیم متوجه میشید. ببینید الان گرونی